سلام دوستای من، به قسمت دوم حصار عشق خوش اومدین. نگاه به خون نشسته‌اش رو روی چشمام دوخته، از بین دندونای به هم فشرده‌اش قرید. دیشب چه گاهی خوردی؟ میدونستم الان وقت ترسیدن و کوتاه اومدن نیست. با هر بدبختی بود جرأتمو جمع کردم و شدم همون بلوری که همیشه مقابلش بود. من گاهی نخوردم، هر چی بود تو خوردی. زندگیمو نابود کردی. چطوری میتونی اینقدر پررو باشی و بازخواستم کنی؟ یکی به در کوبید. عمه بود که قسمش میداد کاریم نداشته باشه. بابا هم داد و بیداد که درو باز کن. بی توجه قدمی سمتر برداشت و فاصله بینمون رو از بین برد. نیشخند عصبی زد و بازومو چنگ زد که از درد خودم جمع شدم. شمرده با لحن ترسناکی زیر گوشم قرید. دیشب چه بخوردم دادی که هیچی یادم نمیاد. ببین، من اون آدمای بیرون نیستم که 2 قطره اشک بریزی خر بشم. پس این آدم بگو چه غلطی کردی تا همینجا نکشتمت. خودت میدونی که من میتونم. پس حرف بزن قبل از اینکه به گوش ارغوان برسه، وگرنه بدبختت میکنم. پروتر از این حرفا بود که از تهدیدش بترسم. اونم که با وجود آدمای پشت در. کف دستم و تخت سینه‌اش کوبیدم که ازم فاصله گرفت. جسارتم رو جمع کردم و تو چشای سرخش خیره شدم. اونی که تا خرخره مشروب خورد و به زور بهم بغضم رو قورت دادم. ادامه دادم یه نگاه به دور و برت بنداز. چرخیدم، ملافه رو تخت و چنگ زدم. جلوی چشاش گرفتم. چی میبینی؟ خوب نگاه کن. هنوزم فکر میکنی دیشب من یه غلطی کردم؟ تو خونه‌ای که خونوادت اون پایینه؟ من چه غلطی میتونم بکنم جز خف خون گرفتن؟ محکم تو سینه‌اش کوبیدم و اشکم سرازیر شد. ده حرف بزن دیگه. چه غلطی میتونم بکنم جز اینکه زیر تنت 1000 بار بمیرم و زنده بشم؟ زجه زدم و جلو پاش روی زمین افتادم. خودمم باورم شده بود اونی که بهش ظلم شده منم. گیج عقب رفت. کلافه موهاشو چنگ زد. همین هنگ در اتاق شکست شد و بابا تلو خورد داخل اتاق و تا مهراب به خودش به جنبه باش درگیر شد. با دخالت عمه و آمین از هم جدا شدن. چیه؟ اومدی دهنشو ببندی یا بزنه زیر همه چی؟ چطوری میخوای منکر همه چیز بشی وقتی با چشای خودم همه چیزو دیدم؟ تو چطور آدمی هستی مرتی که؟ منم جواب دخترامو چی بدم؟ بگم نامزدت رو از تو بغلت خواهرت بیرون کشیدم؟ میفهمی اون بچه چی میکشه؟ نگاه تندش سمت من چرخید. با تعصب سرش رو تکون داد. تو چطوری تونستی؟ تنفرت تا کجا تو رو کشون؟ پوزخندی به خوش خیالیم زدم. فکر میکردم این یقه جز دادنهاش فقط به خاطر منه، ولی زهی خیال باطل. سنگ عزیز دردونش رو به سینش میزد و نگران اون بود. آخه این چه پدری بود؟ صدای گریه ارغوان و جیغ و دادای مامانش که نفرینم میکرد کل ساختمون رو برداشته بود. ای خدای من، این دختر چی کشیده؟ هیچ کدوم ذره‌ای برام اهمیت نداشت، همانطور که من برای اونا مهم نبودم. باید مزه از دست دادن رو با مغز و استخون میچشید تا بفهمه تمام این سالا من چی کشیدم. فقط تنها چیزی که آزارم میداد حال آقا جون بود که از اتاقش بیرون نمیومد و کسی رو هم راه نمیداد. طاقت هر چیز رو داشتم جز این حال آقا جون و سکوتش. ارغوان سمتم هم هجوم آورد. دستش رو به موهام نرسیده مهراب عقب کشیدش رو به تقلا افتاد. جیغ زد دست کثیفتو به من نزن عوضی. مهراب با همون اخمایی در هم و صدای جدی غر زد تو چرا حرفای منو باور نمی کنی؟ میگم مست بودم، اصلا نمیدونم چطوری همچین اتفاقی افتاده. اشاره به هم کرد و با لحن تحقیرآمیزی گفت من اگه به این چشم داشتم نیازی نبود که مست کنم. وقتی تو رو دوست دارم چرا باید تو خونه خودم اینو رو تختم بکشونم؟ جواب بده دیگه. حرفاش جلوی بقیه برام زیادی سنگین بود. منم آدم بی سر و زبونی نبودم که هرچی بگه تحمل کنم. قبل اینکه ارغوان حرفی بزنه یا واکنشی نشون بده با صدای بلندی گفتم هوی! مواظب حرف زدنت باش. من هیچی نمیگم تو پروتر میشی. جوری که حرف میزنی انگار من عاشق چشم و ابروتم و منتظر همچین فرصتی بودم. تاوان عوضی بودن تو من دارم میدم. پس حداقل اینقدر شرف و غیرت داشته باش کارتو گردن بگیر و هی نگو من بی تقصیرم. هر کی ندونه فکر میکنه اونی که به حریمش تجاوز شده تویی. با صدای داد آقا جون مهراب مهلتی برای خالی کردن خشمش پیدا نکرد. چه خبرتونه؟ به چه جرأتی تو خونه من صداتون رو بالا میبرید و به هم توهین میکنید؟ بلافاصله چرخیدم و بهش خیره شدم که از خشم میلرزید.
نگاه هم نمی کرد و این خودش بزرگترین عذاب برای من بود. با صدای لرزونی صداش زدم که دستشو بالا برد و با تحکم گفت هیس. چیزی نمیخوام بشنوم. روی صندلی همیشگیش جا گرفت و دستاشو بند عصاش کرد. به تبعیت ازش همگی نشستیم. رو به مهراب گفت خودت میدونی برام با بقیه فرق داشتی و جور دیگه ای روت حساب میکردم، ولی ناامیدم کردی. دامن بلو رو لکه دار کردی و به جای اینکه خجالت بکشی و کارتو گردن بگیری بهش توهین میکنی و جوری برخورد میکنی که همش تقصیر گردن اون باشه. یه مرد هیچ وقت نباید از زیر اشتباهاتش شونه خالی کنه. جفتتون اشتباه کردید. چه تویی که خودتو میشناختی و بیشتر از ظرفیتت مست کردی و چه بلوری که بی‌پروا پا تو اتاقت گذاشته. پس مجبورید پای اشتباهتون بمونید. بابا با شک و تردید گفت آقا جون منظورتون چیه؟ دوستای من، به پایان قسمت دوم رمان حصار عشق رسیدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با سابسکرایبتون منو حمایت کنید. با امید دیدار.